سلام بچه ها، امروز اومدیم که بازم ای فوتبال رو بازی کنیم و بچه ها من گفتم که دیروز بازی من بارسا برمیدارم با رئال بازی میکنیم ولی به بزرگی خودتون ببخشید نشد. بریم سراغ امروز که دیگه وقت ندارم دیروز بذارم، امروز شنبه میخوام بذارم. حتما لایک کنید، کامنت بذارید. بله خودتون دلیلش رو میدونین که چرا من نتو خاموش کردم. اگه ویدیو قبل دیده باشید. خب اینو میزنیم. خب ویدیو قبلم حتما ببینین، بازی جذابی بود، ولی جذاب بود دیگه آقا، جذاب بود. خب حتما None of my business. Wanna play cool, so I did resist for a little bit. But the whole playlist was lit and then I implement. A little foot tap, then I flick the wrist and then I twist the hip and then I talk this. میشینم دوباره میام بچه ها. Shoulders going crazy. See that neck break and that head bang. خب بچه ها تصویر ما درست اگر گذاشتم بد باشه تو کامنت ها بگید اصلاح کنم. اگر خوب باشه که تو کامنت ها لایکاتون بهم انرژی بدین تا اینجور ویدیوهای خفن واسه تون بیشتر بذارم. بازی آغاز میشه. روبرت لواندوفسکی برای فرانکی دیونگ، رافینیا، مارکوس رشفورد فرصت از سمت چپ حرکت میکنه. فرانکو ماستانتونو مقابلشه. لامین یامال ضربه فالی، گل! لامین یامال دروازه رو باز میکنه. دقیقه 3. بچه‌ها من حالتم دست نزدم، همون حالت همون سطح بازی ویدیو قبل بود به خدا. ولی این تیم قوی بودن بارسلونا رو نشون میده که اینجوری لامین یامال دروازه رو باز میکنه. ارسال از مارکوس رشفورد. همزمان که من دارم این ویدیو رو میگیرم بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید هم هست که من تا اونجایی که میدونم 1-0 به نفع اتلتیکوه. گونزالو گارسیا حمله میکنه، یه پاس واسه دنی کارواخال سمت راست. کارواخال فرصت برای رئال، ارسال برای بازیکن 8 دقیقه. فرانکو ماستانتونو و پنالتی. این بازی جذاب پیش میره، پنالتی گرفته میشه و فرانکی دیونگ که اینجوری داور رو متقاعد میکنن بازیکنای بارسا که پنالتی نگیره، اما داور کار خودش رو میکنه. واقعا هم خطا بچگانه ای کرد. کیلیان امباپه، خوان گارسیا مقابلشه. کیلیان امباپه میزنه خلاف جد. 1-1 دقیقه 9 بازی 1-1 میشه. 1-1 به نفع دو تیم مساوی. اینجا خطای بد بچگانه ای که پا رو دراز کرد، پاشو جمع میکرد. روبرت لواندوفسکی دوباره آغازگر بازیه. رافینیا، رشفورد، دنی کارواخال مقابلشه. یه حرکت خوب. رشفورد، پدری پشت محوطه. فرصت بود کاراراس اونجا نتونست حرکت کنه که یامال تونست ضربش رو بزنه، اما توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. ببینیم با هم چه بازی داریم میبینیم.
1 رو به زمان بازی گذشت. برخلاف بازی قبل که جذاب بود ولی گل نداشت. ببینین خوب بود. ولی تو کامنت های بازی قبلم نظر بدید. لواندوفسکی یه پاس واسه یامان، اونجا کارتوا توپو در دستان خود قرار میده. والورده، گونزال گارسیا، کارواخال که توپو میگیره. فرانکی دیونگ، این پاس رافینیا، چه یامال بود، عذرخواهی میکنم یامال بود ولی چه پاسی داد یامال. لامین یامال، فرانکی دیونگ، رافینیا، یه پاس خوب تو در فرستاد ولی نرسید. جولز به توپ نمیرسه. آقای جولز، فامیلش بده نمیگم، خود آقای جولز. 32 دقیقه بازی. اورلیان چوامنی یه فرصه برای گونزالو گارسیا رو پاسی که میفرسته جولز قطع میکنه ارتباط رو. آلوارو کاراراس یه فرصت از اون تکل میپره. فرصه برای امباپه بین 2 تا بازیکن. کیلیانو امباپه، خوان گارسیا در مقابل توپ ایستادگی میکنه. بچه‌ها اگه من اسم گارسیا هم اشتباه گفتم به بزرگی خودم ببخشید. آخه خوان گارسیا داریم، فران گارسیا داریم، اریک گارسیا داریم، گونزالو گارسیا داریم، خیلی گارسیا داریم. خب بریم. آقا نیمه اول 3 دقیقه وقت اضافه که 2 دقیقه رفت. یه پاس که تموم میشه. واقعا باید این پاس میرسید. تموم شد نیمه اول 1-1 مساوی. خب بچه ها بریم دومین بازی. ادر میلیتائو، یه پاس فرانکی دیونگ، لامین یامال، فرصت برای لواندوفسکی که ادر میلیتائو توپو قطع میکنه. امباپه گرفته توپو. اریک گارسیا هم امباپه هم وینیو جا گذاشت. فرصت برای لواندوفسکی، نگه داشته توپو تا یارا اضافه شن. رشفورد میزنه اونجا ضربه رو و چه توپی در میاره. تیبو کورتوا، راول آسنسیو، فرانکی دیونگ، آراخو فرصت بود. فرانکو ماستانتونو، دلیکارو خال باید اوت رو بزنه. بچه ها رافینیا توپو گرفته. پدری برای لواندوفسکی در میلیتائو میگیره. اونجا فکر کنم الخان رو باله بود که تعویض کنیم. بچه ها 63 دقیقه بازی. خب لواندوفسکی خسته است، رشفوردم خسته است. خب میخوام یه کار بکنم. تو بیا اینجا، دنی اولمو بیاد پشت مهاجم. دنی اولمو یا فرمین ببینید چیکار میکنه. یامانم خوبه فعلا همونجا. فعلا فورست نوک به فرما بازی کن. خب این ترکیب خوبه. راستا یه تعویض دیگه هم میکنیم. نه دیگه تعویض کن. خب بچه ها تعویض ها انجام شد. 65 دقیقه. فدریکو والورده. و من توپو دارم. من فکر کردم والورده توپو داره. رونالدو آراخو یه موقعیت واسه بازیکنای بارسلونا. لواندوفسکی یه اشتباه. گل بود. چرا خطا کردی؟ زد برای رافینیا. چرا خطا کردی رافینیا جان؟ آلوارو کاراراس بود را آسنسیو رو زد پخش زمین کرد. اون گل بود.
یه گل بارسا سوخت. رافینیا یلون کارت گرفت. مارکوس راشفورد رفت تا فرمین لوپز به زمین بازی بیاد. روبرت لواندوفسکی رفت تا فران تورس به زمین بازی بیاد. همین دوتا تعویض. آره دیگه. فرصت. الخاندرو بالده. یه حرکت عالی. یه فرصت. رافینیا اینجا سرحالتر شده. رافینیا باید پاس بده. فران تورس میخواست تموم کنه، میکنن اونجا بازیکنای بارسلونا تموم میکنن. رونالد آراخو چه توپی، چه گلی زد اونجا. خوان گارسیا رو ببینین، مشت‌ها رو گله کرده. 77 دقیقه چه پاسی داد اونجا. این حرکت واقعا پاسی که واسه رافینیا داد. اول نگاه کنید، اون پاسو نشون نمیده که، ولی ارسال اینو نگاه کنید. اینجا تو در آورد، اولین سر رو به تو وسامون، وگرنه والورده دور کرده بود. یه گل قشنگ و چشم نواز. فرانکو ماستانتونو رفت آردا گولر به زمین بازی بیاد. داوید آلابا، آلوارو کاراراس، یه حمله برای رئال، یه پاس. داوید آلابا اینجا چیکار میکنه؟ داوید آلابا جولز تکل میزنه. چه توپیو گرفت، میام گرفت از بالای دروازه به بیرون رفت. اینجا تکلش عالی بود، ولی واقعا ارسال پاسش هم قشنگ بود. گونزالو گارسیا رفت اندریک به زمین بازی بیاد. وای چه پاس بدی بود دادی آروخو چرا جلوی آقا؟ قشنگ خالیم اینجا، خالییم که دیگه خالیه بارسا. فرصت حالا برای گل فران تورس، گل برای بارسلونا. 3-1 برای بارسا و بارسا برنده دیدار بارسلونا رئالی که ما برگزار کردیم. بچه‌ها خیلی بازی جذاب شده. 88 دقیقه. من دوست دارم این بازی تموم شد. چون ویدیوی بعدی هم که میخوام بگیرم بازی واقعی نمیخوام بگیرم. واقعی منظورم اینه که مثلا بازی هایی که مثلا رئال اتلتیکو رو یه کارش میکنیم. حالا دیگه سر فرصتونم میگیرم. بازم فران تورس تعویض طلایی کردم. فران تورس ها آوردم زمین. ارسالم انجام میشه. ترشتگی خوان گارسیا اونجا چیکار میکنه؟ امباپه داره زدم نمیزنه. تموم شد. 2 تا گل جلو این خوان گارسیا اومده جلو. ما داریم. آره دیگه اونا سر زدن. فرمین لوپز یه پاس رو میکنه اونجا. این چه بازی کنیه؟ فران تورس دبل خودش انجام میده. 4-1. اینم خوان گارسیاست. مثل بازی‌های فصل قبل این بازی هم پرگل و پرگل‌تر واسه بارسلوناست. ولی خوب حرکت کرد، خوب ضربه زد. دیگه باید بازی تموم بشه. 1 دقیقه مونده. اورالیان شوامنی تمام. آقا من بارسایی نیستم، رئالی هم نیستم. من گفتم اینو بارسایی نیستم، رئال الکی نه. اولین بار گفتی. آقا تموم میشه این بازی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده. گفتم دیگه لایک کنید، کامنت بذارید. آمار واسهتون بگم 9 تا شوت زدیم، 7 تاش تو چارچوب بوده. اون ول کن آقا، نمیگم. آقا حتما لایک کنین، کامنت بذارید، حتما چنل رو سابسکرایب کنید، حتما این کارو کنید. آقا تا یک ویدیو دیگر، بدرود.